سرخط مهمترین خبرها: گمانبر به قتل قابلجان حبس شد. آخرین واکنش‌ها به این حادثه در این برنامه. بانک آسیای رشد برای نظارت پیریخ‌ها به تاجیکستان گرانت می‌دهد و حرکت در راه دوشنبه چناق مشکل شده است. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما می‌کنیم. امروز 19 دکبر است. دادگاه منطقه تیوری ولایت مسکو روز 17 دکبر تیمافه گمانزد به قتل قابلجان علیف را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. دادگاه با طلب کمیته تفتیشاتی روسیه تیمافه 15 ساله را حبس کرد و دوام 2 ماه باید پرونده او تفتیش شود. در سندی که سامانه دادگاه پخش کرد دیده می شود که علیه تیمافه بر اساس قسم 2 ماده 105 کودکس جنایی روسیه پرونده باز کردند. این بند قانون کشتار نابالغ بر اساس نفرت یا دشمنی ایدئولوژی، نژادی، ملی و یا دینی را پیش بینی می‌کند. قانونگذاری روسیه برای این اتهام از 8 تا 12 سال زندان و یا حبس ابد را پیش بینی می‌کند. تیمافه خواننده صنف 9 بود و روز 16 دکبر بعد کشتن قابلجان علیف 10 ساله در مکتب بازداشت شد. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داد که این نورست در اولین بازپرسی به گناهش اقرار شده گفته است چند وقتی اخیر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید، ولی مقامات روسیه تا حال نگفتند که انگیزه یا سبب دست به این کار زدن تیمافه چیست. رسانه‌های روسیه از قبل همدرسان تیمافه نوشتند که او از یک خانواده میان حال است، با بهای 34 میخوان، 1 سال اخیر از درس‌ها میگریخت و درباره ملت‌گرایی گپ میزد. قتل قابلجان علیف روز 16 دکبر در مکتبی به نام اوسپنسک در شهر ادیناتسو ولایت مسکو روی داد و بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. جسد قابلجان را روز 18 دکبر به تاجیکستان آورده در کنار پدرش در ناحیه شهر نو به خاک سپاریدند. در پی واکنش‌های گسترده به قتل قابلجان علیف، وزارت معارف و علم تاجیکستان هم حمله خصومت ملی داشته به این شهروند تاجیکستان را محکوم کرد. وزیر معارف تاجیکستان در نامه به همتای روسش نوشته است که صادر گردیدن چنین جنایت نهایت مدهش در مکتب باعث ناراضگی و تشویش عمیق گردیده می تواند به حالت اجتماعی کودکان، والدان و آموزگاران تأثیری بد رساند. وزیر معارف تاجیکستان از روسیه خواسته است برای تامین امنیت و حفظ حقوق خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی نوابسته از منصوبیت ملی و شهروندی چاره‌های بیشتر اندیشند. روز 18 دکبر امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان قتل نورس تاجیک قابلجان علیف را در زمینه بیگانه‌ستیزی در مسکو محکوم کرده از مقامات روسیه خواست که آن را عادلانه تحقیق کنند و هر کسی را که در این جنایت نقش داشت به جوابگری بکشند. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که یوسف رحمان دبیر شورای امنیتی تاجیکستان نیز با همتای روسش سرگئی شویگو و سفیر روسیه در دوشنبه قتل قابلجان علیف را در میان گذاشته گفته است این جنایت مدهش در جامعه نگرانی جدی و واکنشی وسیع به بار آورد. روز 17 دکبر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و هم وزارت کارهای داخلی از روسیه خواستند که قتل نورس تاجیکستانی پرره و همانطرفه تحقیق شود. ماریا زخار و سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه در پاسخ عمومی به این طلب تاجیکستان تنها به خانواده نورسی ففدیده همدردی کرده گفت حادثه تحقیق می شود. بانک آسیای رشد برای نظارت بهتری پیریخ‌ها و پیشبینی آفت‌های طبیعی به تاجیکستان 3 میلیون دلار گرانت یا مبلغ بی بازگشت می‌دهد. این بانک 18 دکبر در خبرنامه نوشت که مبلغ از سوی فاند ژاپنی رشد آسیا جدا می شود. کو ساکاموتا نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان گفته است پیریخ‌ها و برف برای تامین آب برای خودجگی قشلاق و تولید برق مهم هستند و آبشوی با سرعت پیریخ‌ها می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. با گفته ساکاموتا در دایره طرح نو متخصصان تاجیکستان دستگاه و دانشگاه نو می‌گیرند که به آنها کمک می‌کند در پیشبینی و واکنش به این تهدیدها بهتر عمل کنند. قرار است طرح نو تا سال 2029 و از سوی آژانس هیدرومتئورولوژی عملی کرده شود. بخشی اساسی لایحه در منطقه‌های علیحده ولایت مختار کوهستانی بدخشان اجرا می‌شود. تاجیکستان که 93% را کوهسار تشکیل می‌دهد، سال‌های اخیر از آبشوی با سرعت پیریخ‌ها نگرانی دارد. بریدن برف زیاد در روزهای اخیر حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق را مشکل کرده است. هرچند راه باز است اما برخی رانندگان و هم مسافران از ترس برف و ترمه از سفر در این روزها خودداری می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند. ایستگاه تاکسی ها در شهر خوجند. از اینجا مسافران را به دوشنبه میبرند، ولی مثل روزهای پیشینه سیرآدم نیست. رانندگان میگویند شاید باریدن برف و فرآمدن یرج یا ترمه مردم را ترسانده است. تعداد کمی مسافرانی هم که به راه برآمدند سفر خود را به دوشنبه مهم و ضروری خواندند.
آچتان دوشنبه بله این راه که رفتن بعد مثلا نمیترسید راه میگم برف بسیار است برخی دیگر نتوانستند که به هواپیما بلیط گیرند. روز دیگه ما خواستیم که با هواپیما رویم لیکن افسوس که گفتن که ریس هم نیست بلیط هم نیست. بنابر همین ضرور شمردیم که خیلی با راه دوشنبه سفر کنیم. چند مسافر ادعا کردند که در چنین روزهای سرد نرخ راهگیری تاکسی از خوجند به دوشنبه نیز گران شده است. رانندگان سبب را افزایش خرج در زمستان نامیدند، چون به گفته آنها با سبب گاه بسته شدن راه مجبورند که ساعتها بایستند و برای گرم شدن مسافران ماشین خود را خاموش نکنند. بازی 30 لیتر بنزین رسخواد شود در تابستان، در زمستان 40 لیتر میشه. بیستی گرم نیست میکنه. در همین حال مرکز آب و هواسنجی در تاجیکستان از احتمال فرآمدن سیل و یخش در منطقه‌های کوهستانی هشدار داده است. به اطلاع این نهاد احتمال در روزهای آینده این وضع ادامه کند و از ساکنان خواسته شده است که از سفرهای بدون ضرورت خودداری نمایند. شرکت ایرس مسئول نگاهبین و جمع‌آوری پول در راه دوشنبه چناق که سالها باز نام مالکانش رسما اعلام نشده است، شب 17 دکبر از فرآمدن ترمه خبر داد. حالا این یگانه راهی که شمال کشور را با پایتخت می‌پیوندد باز است، اگرچه عبور و مرور از آن مثل بهار و تابستان آسان نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بنا به خبر رسانه‌ها، یک هیئت از روسیه برای ملاقات با نمایندگان آمریکا در مورد ختم جنگ در اوکراین به میامی خواهد رفت. دیدار و گفتگوهای جانب‌ها روزهای 20-21 دکبر در نظر است. در این باره پالیتیکا و اکسیوس با تکیه به منبع‌های خود گزارش دادند. قرار است واشنگتن خلاصه دور آخر مذاکرات با اوکراین را با نمایندگان روسیه در میان گذارد. هیئت روسیه را کریل دیمیتروف فرستاده ویژه پرزیدنت ولادیمیر پوتین و هیئت آمریکا را استیو ویتکوف فرستاده خاص و جرد کوشنر مشاور و داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ رهبری می‌کنند. هیئت آمریکا نقشه دارد پیش از ملاقات با جانب روسیه با دبیر شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین رستم امروف گپ زند. هیچ گونه دیدار و گفتگوی نمایندگان روسیه و اوکراین در نظر نیست. با معلومات پالیتیکا در کاخ سفید باور دارند که روسیه ضمانت‌های امنیتی غرب را در اوکراین و عضویت این کشور را در اتحاد اروپا خواهد پذیرفت. یکی از ضمانت‌های امنیتی ایجاد نیروها با رهبری اروپا است که با اشتراک کشورهای داوطلب تشکیل می‌شود و در تامین امنیت فضایی اوکراین و حفاظت از راه‌های بحری نقش خواهد داشت. دور آخر مذاکرات بین اوکراین و غرب روزهای 14-15 دکبر در شهر برلین گذشت. گزارش رسانه‌ها بیانگر آن است که جانب‌ها بیشتر اختلاف‌ها را از بین بردند، ولی مسئله واگذاری قلمرو همچنان حل نشده مانده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 دکبر را فرا می‌گیرد. 19 دکبر سال 1918 مشرف قاسیمова таваллуд шудааст ки исмаш дар таърихи фарҳангу ҳунари тоҷикистон бо номи ифтихорӣ модари театри тоҷик ёд мешавад. яке аз фаъолтарин бонувони ҳунарпешаи театру синамо дар даҳҳо филму намоишномаҳои театри миллию иттиҳоди шӯравӣ нақш бозида тавонистааст рамзи як зани суннатии тоҷикро офарад. ӯ беш аз 101 сол умр дид ва давоми 10 солаҳо дар театри драмавӣ ба номи лоҳутӣ кор кард. рӯзи 19 декабри соли 1932 нахустин барномаҳои радиоии хадамоти ҷаҳонии BBC ба забони англисӣ нашр шуд. шоҳ георги панҷум дар нутқи табрикиаш тавассути ин радио гуфт: хадамот барои мардону занон хидмат мекунад ки агар ҳам
آنها را برف و باران و بیابان و بحر از هم جدا میکند همین صدا است که به گوششان میرسد. با گذشت 10 سالها شبکه BBC یکی از رسانه‌های جهانی با نفوذ و قابل اعتماد گردید که به 10 زبان از جمله فارسی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و خبرهای اینترنتی تهیه کرده در تاجیکستان هم نمایندگی خود را افتتاح کرد. 19 دکبر سال 2012 وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانون درباره پیشگیری زورآوری در عائله را به تصویب رساندند. قانون نو با هدف کاهش خشونت و زورآوری در عائله و دفاع از حقوق زنان و دختران قبول شد. بر اساس این قانون در تاجیکستان تأسیس پناهگاه‌ها برای زنان لطوکوب شده امکان پذیر گردید، ولی مشکلات خشونت در عائله که گاهی تا مرگ یا خودکشی میبرد پر رفع نشد. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 112-114 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد از 913 تا 923 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 19 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.